این پل فردیس کرج، امروز هم 15 فروردین. این هم اتوبان تهران کرج. میخوام از شاهکارهای شهرداری و شورای شهر رو نشون بدم، مثلا حامی طبیعت و درختکاری خودشون نشون میدن. من نمیدونم چه فکری کرده، کدوم مسئول بی فکری اومده این درخت‌ها رو که میبینی شما یه کلاس خاصی به این پل فردیس داده بود. حالا ببین چند تا درخت رو دوستان انداختن. ببین دلیل این کارشون چیه. خب این معلومه که محیط زیست کرج تعطیله، صاحب نداره. اگه صاحب داشت حداقل میشد این درخت‌ها رو یه فکر دیگه بارش کرد. چند سال طول کشیده تا این درخت به این رشد برسه با این تنه که حالا این درخت‌های هم ردیفشه دیگه. این جور درخت‌ها رو بریدن، آقایون این درخت رو بریدن، این درخت رو بریدن. این هم آثار جنایتشونه. متاسفانه یکی دوتا هم نیست، دو تا دور این میدون پل فردیس کرج و درختش رو انداختند. بعد آقایان شورای شهر، شهرداری، محیط زیست یه جوابی برای این کارشون داشته باشن. اگه میشه این همه درخت رو بندازیم، کی انداختن اینا رو؟ این جالبه. یه فرد عادی اگه بخواد یه دونه از اینا بندازه پدرش رو در میارن. ارتادش این جنایت شهرداری و شورای شهر کرج هستش. همین درخت بزن تو کمرت، همین درخت. کسی که بی فکر میای یه کاری انجام میدی که 50 سال 100 سال بعدت هم نشه درستش کرد. این درخته، این نمایی هم از کرج. من جاده لعنت بر کسی که این کارو کرده.